شفا فقط باید از الله طلبید. اذا مرضت فهو حافظ کجاست؟ فهو یشفین. آیه قرآنه. بله، الله ادب و یاد ما میده که مسلمان وقتی مریض شد بگه الله یشفین. ما اول میریم زورمون با دکتر میزنیم، بعد حالا که دیگه دکتر اگه مؤمن باشه، بعضی دکترها دیگه کار به بنبست که رسید میگه کار من دیگه اینجا کارساز نیست، طب من، هنر من دیگه فقط یک در برات مونده. دکتر اگه بعضی دکترها مؤمنن، دکتر میگه تنها نجات این که فقط الله فرجی بکنه. ولی چه فایده؟ روز اولی که میخوای بری دکتر یه صدقه‌ای بده، یه دعایی بکن به دوستان، به دار و تحفیظا که سرشون تو قرآنه، به مدارس دینی، به طلاب، به انسانهای صالح سفارش بکن برات دعا بکنن. بعد که دعا کردن حالا پول تهیه بکن برای دکتر. وقتی دکتر میری اعتقاد به دکتر نباشه، اعتقاد به شفای خدا باشه، دکتر کارسازه. ولی بعضی دکتر خدا میدونن آقای دکتر دستم به دامنت، تو رو به خدا، تو رو به هر پیر و پیغمبری که برسی بچه منو شفا بده، بچه منو علاج بکن، بچه منو فلان بکن. ما کسانی داریم که تو خانواده 5 تا متخصص جراح و پزشک دارن، بچه‌شون مریض شد تا آمریکا بردن مرد. ولی تو روستا هم هست که به دکترم دیر میرسه، پیرزنگریه میکنه، دعا میکنه خدا چوکم شفا بده که دیگه هیچ هم مال نمیدین، همون دعا شفاش میده خوب میشه. خانواده‌ای بوده 5 تا متخصص و جراح داشته، نتونستن بچه‌شون رو نجات بدن، دکتر متخصص جراح تا آمریکا فرستادن، پولم داشتن. روستایی میاد از همه جا حیله ها قطع می شود، فقط خدا خدا می دارد. معمولا روستایی ها صافن، خدا خدا خدا، بی رنگ و ریان. نه تو خانواده باسواد هست، نه پزشک هست، فقط الله هست. اذا مرضت فهو یشفین.